سلام به برکس یوتیوب، حالتون چطوره؟ امروز براتون یه فایل ناب کانتنت آوردم. وای نگم قدرتشو، خودم اصلا به خدا پشمام ریخته از قدرتش. خودتون میتونید ببینید. اصلا من اولین سیزن کانتنتی میبینم که با این قدرت، اونم با چه قابلیت هایی داره. قابلیت های رادار آنتن انمی و بات، بعد هدشات مکس، ماجیک بولت مکس، بولتراک مکس، ایم اسیست مکس. کلا ماجیک بولت تو اصلا ماجیک بولت رو شما خودتون میتونید ببینید که چه اصلا چیه چی نیست. و قدرت هدشات هم بنازم اصلا نگم براتون. و داره قابلیت های دمیج زیاد و ایکس افکس که خودتون میتونید وقتی دمیج میکنم یه تقریبا دمیج ایکس هستش و بزرگ هست. که این فایل مخصوص اکانت اصلی هستش، همونطور که من خودم روی اکانت اصلیم زدم. فول سیف هستش، برای 64 بیت هست، برای 30 بیت نیست و فقط برای 64 بیت هستش. این فایل رمز فایل هم به صورت 4 بخش در گیم پلی است. پس ویدیو رو با دقت تا آخر تماشا کنید تا در استخراج فایل به مشکل بر نخورید. آموزش استفاده فایل هم در آخر ویدیو گذاشتم، حتما آموزش رو ببینید تا به مشکل بر نخورید. و قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، لطفا لایک ویدیو و سابسکرایب یادتون نره تا از ما حمایتی بشه. دمتون گرم. خب بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم سراغ ادامه ویدیو. Turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I need a friendship on me, I don't feel so lonely. I make me lonely, riding like a pony. That's ceremony, she's just such a fucking hoe, I love it. I just fuck her on the side, and she bitch for me on live. For a pussy I would buy, every second we on fire. Rolling by, and use it item. The 6 and 9, she just such a fucking such a fucking hoe. I know you like it more. I fuck you when I'm bored. My private, she's a whore. I love it. Such a fucking
اومدیم سراغ آموزش فایلسازی فایل جدید. اولین کاری که انجام میدید اینه که میرید داخل اندروید دیتا و کانتنت آیجی رو پیدا میکنید، فایل U4Game شادو تراکر سیویت و پکس. خب گیم پچ ها رو پیدا میکنید، از گیم پچ 278 به پایین هرچی گیم پچ هست پاک میکنید. خب 278 280 283 285 287 289 291 اینا رو پاک میکنید. وقتی که اینا رو پاک کردید فایل جلوگیری از آپدیت یا همون آنتی بن و بلاک ریپورت، وقتی اینو بزنید پابجی بهتون آپدیت داخلی نمیده. بلاک ریپورت یعنی ریپورت هرچی بخورید هیچ اثری نداره و اینو فقط یک بار کپی میکنید. حالا نگه میداره روش، کپی رو میزنید میبرید به حافظه تلفن اندروید دیتا و فایل پابجی رو پیدا میکنید. فایل اینجا، همینجا دیگه نمیرید داخل این، همینجا اینو کپی میکنید. اینو فقط یک بار انجام میدید. وقتی گیم پچ رو پاک کردید اینو فقط یک بار انجام میدید. خب الان میزنید. حالا برام یکم طول میکشه، من ویدیو رو کات میکنم دوباره بهتون میگم چیکار کنید. خب دیدید جایگذاری شد. الان مرحله دوم اینه که برید دوباره همون فایل این کانتنت. خب این کانتنت هدشات، اینو هر موقع که میخواهید برید داخل بازی باید فعال کنید. اینو هر موقع گفتم برید داخل بازی باید فعال کنید. خب نگه میدارید، کپی میکنید میبرید به اندروید دیتا و کانتنت آیجی فایل U4Game شادو تراکر اینجا سیوید، اینو اینجا کپی میکنید. خب بعد کپی که کردید دوباره میزنید تغییر نام. وقتی کپی کردید تغییر نام میزنید و یک عدد یک روش اضافه میکنید و دوباره یک که اومد جلوش دوباره نگه میدارید تغییر نام میزنید، یک رو پاک میکنید اما تایید رو نمیزنید، منتظر میمونید، میرید داخل بازی. وقتی همون که این صفحه رو تایید رو میزنید که این کانتنت رو کش هر موقع که میخواد بیاید داخل بازی اینو باید همینجوری کنید. اگه درست نکنید براتون ارور میده. خب حالا آنتی بن جلوگیری از آپدیت رو زدیم. حالا تنها کاری که باید مونده بکنیم اینه، ببینید الان که بریم داخل بازی این ارور رو میاره که آقا آپدیت. خب جلوگیری از آپدیت و بلاک ریپورت رو زدیم بهمون آپدیت نمیده. پس چند باری میزنیم روی این زرده، چند باری میاره این زرده رو. خب چند بار تست کنیم میاره. حالا برای من یک بار آورد چون به خاطر اینه که دیگه هیچ آپدیتی بهتون نمیده. اون فایل فقط یک بار کانتنت رو هر موقع میخواید بیاید گیم حتما فایل کنید. حالا بریم ترنینگ ببینیم فایل شده آیا یا نه. سم میکنیم تا بازی رو بیاره بالا و حاجی این فایل رو به زور، یعنی به زور دستکاریش کردم و ساختم و این چیزا و این وست و هلمت سفید رو دوباره برگردوندم. حالا دوباره نیاید ناموسا اعتراض نکنید، نگید چرا این فلان و فلان. این وست و هلمت سفید به خاطر اینه که آقا ما بهش حذف لگ اضافه کردیم. میبینید که بازی خیلی روون شده، خیلی اصلا خودتون داخل ویدیو ببینید که بازی خیلی روون شده، اصلا عالیه. این سفیده برای این درست شده که مثلا حذف لگ و کلن از بین ببره. حالا میبینید کلن فعال شده، اصلا ببینید دوستان خیلی عالی و ایزی، رو نقطه تیر میزنه، اصلا گاد میتونی راحت استفاده رو شو ببری. ببینید کلن اصلا هیچ لگی ناموسا نداره، عالی. این به خاطر لگ. ببینید روی اکانت اصلی فول سیف. تا ویدیو دیگر خدا نگهدار.